بار دیگر درود میفرستم از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ به شما بینندگان عزیز و به همه اونهایی که بعداً ما رو تماشا خواهند کرد، یعنی در پخش مستقیم ما رو. و شالا گلخوجی هستم، چون همیشه ساعتی 10 با وقت پراگ در خدمت شما با سرخط خبرهای روز و یادتون نرود که ساعتی 1 با شما ملاقات داریم در برنامه خبری. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در حوزه کنفرانس بین‌المللی مربوط به تروریسم با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان ملاقات کرده است. این نشست با ابتکار چندین سازمان‌های جهانی در همکاری با حکومت تاجیکستان امروز و فردا در شهر دوشنبه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که صحبت‌های اساسی روز 17 می صورت بگیرد. در ملاقات روبرو امام رحمان و صلاح الدین ربانی راجع به مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، معارف، فرهنگ، هنر، تندرستی و اطلاعات گفتگو نمودند. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله گفته است که کشورش امکان دارد به طور امتیازی برای افغانستان هزاران متخصصان برق و بهداشت و دیگر ساحه‌ها را تربیت نماید. باید گفت که تاجیکستان با افغانستان مرزی 1400 کیلومتر دارد و مقامات تاجیک بارها از تهدید گروه‌های افراطگرا، قاچاق مواد مخدر و تجمع افراد گروه دولت اسلامی در مرزهای خود با افغانستان ابراز نگرانی کردند و در ضمن شب 13 و 14 می بر اثر درگیری میان مرزبانان تاجیک و قاچاقبران افغان در حدود نویه شمسدین شاهین 2 قاچاقبر افغان کشته و بیش از 6 خلطه مواد مخدر مصادره شده است. در 2 ماه اخیر این دومین زدوخورد مرزبانهای تاجیک با قاچاقبران افغان در سرحد به وقوع می‌پیوندد. ماه اپریل اگر یادتان باشد در موضع دولابه نزدیک به دهه سرچشمه با گروه 8 نفری قاچاقبران درگیری صورت گرفت که بر اثر آن پراپورچیک 28 ساله تاجیک سعیدجان زخمی شد و همین گونه یک قاچاقبر دیگر با نام عبدالحنان ولداللطیف با جراحت‌ها به بیمارستان ولایتی انتقال یافته بود. حالا داستان منطقه کلوب در این رابطه با 4 مدعی جنایی پرونده باز کرده است. احتیاط باشید تا به دام قلابان نیفتید. به مثل ده‌ها ساکن تاجیکستان که بلیط پرواز را خریدند اما چند روز باز سرگردانند. مقامات انتظامی میگویند بلیط‌ها قلبکی بودند و به همین خاطر صاحبان آن نتوانستند پرواز کنند. وابسته به این جنایت گمانبران را دستگیر کردند. گزارش را در این باره در برنامه امروز خبری پیشنهاد شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. و در ادامه از بلیط گران کی فایده می‌بیند و یا دورنمای رفت آمد هوایی تاجیکستان در شرایطی که بازار مونوپول شده است. طول چند سال اخیر مسافران تاجیک پیوسته به گران بودن نرخ بلیط هواپیما اشاره میکنند و حتی شکایت میکنند. صدها مهاجر تاجیک بنابر نداشتن مبلغ کافی مجبور میشود که طریق کشورهای همسایه خود را به روسیه برسانند، زیرا نرخ بلیطات در آنجا ارزان تر است. چرا در تاجیکستان بلیط گران است و یا کی نرخ‌ها ارزان میشوند؟ این از سوال‌هایی است که تقریبا هر روز کاربران آزادی ویدیو از ما میپرسند. در برنامه امروز ما یک گزارش داریم در همین موضوع، یعنی نظر رهبریت شرکت‌های هوایی تاجیکستان و همکارشناسان که میگویند تا آن دمی که ساحه هوانوردی از مونوپول آزاد نشود تغییر وضعیت را انتظار شدن نباید. وقتی کوچیدن از زمین بابایی آسان نیست. ساکنان دهه در نورآباد با وجود دلبستگیشان به مکانی که زندگی میکنند ناچار باغ و زمین و خانه و در خود را ترک مینمایند، زیرا منزل‌های آنها در منطقه زیر آب شونده راغون قرار دارند. برای انجام طرح نیروگاه راغون و بنیاد آبانبار اساسی آن که بلندیش به 335 متر میرسد، حدود 42000 نفر یا بیشتر از 7000 عائله باید از محل ساختمان و آبانبار آن به مناطق دیگر تاجیکستان کوچ داده شوند. اما طور خود ساکنان میگویند معرکه کوچ برای نه همه مهاجران یکسان تمام می شود. ایده به شرایط خوب دست یافته، ایده دیگر هم نیک و اهالی خود را قربان کردند. چون چرای این مسئله را می توانید در برنامه خبری تماشا کنید. و در ضمن قاهره سوزاده نخست وزیر تاجیکستان صبح امروز برای برگزار نمودن نشست ستاد نیروگاه آبی و برقی راغون به محل نیروگاه رفته است. مقامات میگویند که در حال حاضر سطح آبی آبانبار به درجه درکاری رسیده است و چرخه‌ای که گفته میشد به خاطر تعمیر و سنجش و هم تحقیق آبگذراندی سربند باز ایستاده بود به حرکت آزمایشی درآورده شده است. طبق برنامه این عملیات میبایست تا 31 مارس جریان میگرفت، اما گفته شد ترمیم طول کشیده است
و این حالت سبب قطع برق در چندین منطقه کشور گردیده بود. و بینندگان عزیز طوری میبینید خبرهای ما زیاد است و ما تو 3 ساعت دیگر باز فکر میکنیم چند مطلب دیگر هم در دست خواهیم داشت که برای شما از آن پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که همه شما رو چون همیشه در پخش مستقیم در برنامه خبری خواهم دید. تا ملاقات بعدی روز خوب داشته باشید.